قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 31. اثری تاجیکان شعله بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. ساخت اجتماعی و اقتصادی آسیای میانه قدیم. تصورات حاضر زمان درباره ساخت اجتماعی و اقتصادی آسیای میانه قدیم، تقسیمات اجتماعی و مال و ملکی. الکی در آخر هزاره 3 و اول هزاره 2 پیش از میلاد در ترکمنستان جنوبی تقسیمات مال و ملکی روشن به نظر می رسد. در تپه حصار نام آثار ایرانی که به همین دوره ها تعلق دارد، قبرهای نهایت بای سرداران یافت شده است. در ترکمنستان جنوبی این گونه قبرهای بایان نیستند، ولی در قطار گورهای مقرری گورهایی هستند که فرق کلان دارند. مثلا چنین است قبری کاهنه‌ای که با انگشترین طلا و شده زیبا گورانده شده است در آلتین تپه. پهن شدن مهر هم از انکشاف تقسیمات مال و ملکی و اجتماعی دلالت می کند. یافت شدن خزینه ها نشان آن است که ثروت‌اندوزی از طرف نمایندگان بعض خانواده ها سر شده است. ساختمان قصر و کاخ و معبد بر این بناها از موجودیت جمعیتی شهادت می دهد که از افتکار الکی به صنفها تقسیم شده است. تقسیمات مال و ملکی و اجتماعی در جنوب آسیای میانه، انیقترش در ترکمنستان جنوبی، نسبت به دیگر ناحیه های همسایه خیلی بروقتر آغاز یافته است. سبب این گونه بروقتی انکشاف ترکمنستان جنوبی گوناگون می باشد. از جمله یکی از سبب ها همین که در ترکمنستان جنوبی برای زراعت آبی قدیمی شرایطی از همه قلی‌تر در آسیای میانه فراهم آمده است. از دیگر طرف ترکمنستان جنوبی در بابت رابطه با دیگر تمدن‌های شهری شرق اعضای مناسبتری داشت. انکشاف جمعیت صنفی در ترکمنستان جنوبی اول منتظم بالا رفته، ولی در مابین و در نیمه دوم هزاره 2 پیش از میلاد سست شدن گرفت. این حالت بی اختیار شمال هندوستان را به خیال می آورد. درباره خصوصیت دیگرگونی های اجتماعی که در آن دوره ها در جمعیت ترکمنستان جنوبی به وقوع می آمدند فقط تخمیناً گپ زدن ممکن است. شکی نیست که الکی در آینده در آن دوره تقسیمات کلان اجتماعی و مال و ملکی وجود داشت. این چنین موجودیت دیزها، منزل‌های مستحکم ارکدار نیز جالب دقت است که آنها در آخر هزاره 2 و اول هزاره 1 نه فقط در ترکمنستان بلکه در باختر نیز معلوم بودند. چنین سخنان انگلس را پرره به آنها نسبت دادن ممکن است. بیهوده نیست که در اطراف شهرهای نوی مستحکم گردیده دیوارهای دهشت‌آور قامت راست کردند. در خندقهای زیر این دیوارها گوری ابگاری ساخت اولادی نمایان شده می ایستد. برج‌های آنها باشند تا به تمدن رسیدند. در نیمه اولی هزاره 1 پیش از میلاد
تقسیمات مال و ملکی، اجتماعی و پیدایش صنفها با قوه نو اوج می‌گیرد. جهت نوی این پدیده همین که آن اکنون تمام ناحیه های اساسی آسیای میانه را فرا می‌گیرد. این عکاسی آن را در اوستا و حتی در قسم‌های قدیمترین آن دیدن ممکن است. به عقیده مؤلفان اوستا ثروت پیش از همه چاروا می باشد. پهلوان تهمتن خما صاحب گله های خوب بوده است. حولی های ذکر شدند که از چاروا بای بودند. به خود زردوشت شخص 10 مادیان تایچه‌دار و 1 شتر را انعام کردنی شده است و چطوری لیفشیتز حقانی قید می کند به گمان که این آدم زراعتکاری عادی باشد. درباره ساخت اجتماعی آسیای میانه در میانه و نیمه دوم هزاره یکی پیش از میلاد معلومات نهایت کم است. فقط بعضی اشاره ها عاید به تقسیمات اجتماعی به نظر می رسند و بس. مثلا در بین باختری ها و سغدیان نجیب ترین های بوده اند که با نجابت خود از دیگران فرق داشتند. در آسیای میانه غلامداری هم رسم بوده است. مثلا در سرچشمه ها روایتی هست که ساکنان ناحیه غربی دولت هخامنشی ها را غلام گردانده به آسیای میانه کوچانده آوردند. آن همین طور ساکنان برکنام شهر یونانیان را واقع در شمال افریقا در باختر مقیمی کردند. فارس ها یونانیانی ایانی شوریش برداشته را می ترسانند که خودشان را غلام کرده دختران آنها را به باختر مهاجر خواهند کرد. از افتکار غلامانی را که از ناحیه های غربی دولت هخامنشی ها می آوردند عادتاً در باختر مسکون می کردند، ولی این غلامان پادشاه بودند. درباره غلامان خصوصی این دوره معلومات کمتر است. مثلا تنها 1 خبر هست که همان هم کاملا انیق نی سپیتمن سغدی غلام داشته است. در عین زمان در مأخذها اشارت می رود که در تشکیل اجتماعی اهالی آن دوره آسیای میانه پدیده های ساخت اولاد و قبیلوی به نظر می رسد. شاید به همین سبب اهالی یکی از شهرهای شمالی سوخت قبیله یا اولادی مامکان نامیده شدند. اعیان و اشراف سوخت و باختر در زمان اسکندر مقدونی صاحبی ثروتی عظیم بود. بیواسطه نباشد هم به این مثلا کرداری هوریان نام شخصی دلالت می کند که تمام لشکر مقدونیان را در مدت 2 ماه با خوراکواری تأمین کرده توانسته است. پارتی مشهور از اولاد سورین که کرس را تارمار کرده بود به قول پلوتارخ آدمی بوده است به غایت نادر، هم در ثروت و هم در نجابت و هم در شهرت نفسی ثانی بعد شاه. بدون توشکی بار 1000 شتر بوده است و بدون 200 عرابه کنیزک به سفر نمی برآمده است. 1000 پهلوان زره پوش و از این بیش سربازان مسلح او را مشایعت می کردند. تمام نوکر و سوارگان و غلامان وی از 10,000 می افزوده است. مسافر قید کرده است که در دوان حوله های پرثروت و کلان شونده ها هستند. بای ها ذخیره فراوانی شراب داشتند. بای های اسونی های کوچمنچی گله هایی داشتند که هر یکی 4-5 هزار سر بوده است. ساخت اجتماعی و اقتصادی آسیای میانه قدیم. ترکیب جمعیت آسیای میانه در آخر هزاره یکی پیش از میلاد و ابتدای هزاره یکی میلادی
در تنگه های یونان و باختر و دوره های بعدتر و اینچنین در تنگه های کوشانیان چنین عنوان یونانی یا خود شرق ایرانی سردار دولت ثبت گردیدند: والی، شاه، شاهنشاه. در یک مهر هندی به خط کوشانی نام ذکر شده، بعد آن عنوان آن شخص وزورک فرامالار آمده است. در ایران ساسانی هم سردار مأموریت را وزورک فرامادر می گفتند که گویا یک نوع سروزیر بود. با این منصب فقط مقربان شاه یا خود نمایندگان اولادهای مشهور صاحب شده می توانستند. ولی باید در نظر داشت که در آسیای میانه معنای این عنوان دیگر بودنش هم ممکن، زیرا در متنهای منسوب به دوره‌های اولی عصر میانه سوخت فرماندار مأمور خواجگی دربار بود. اما از احتمال دور نیست که در زمان کوشانیان عنوان مذکور عنوان مأمور عالی یا یکی از عنوانهای عالی دولت بود. در ارمیتاژ دولتی و در موزه بریتانیا مهرهایی هستند که در آنها عنوان هزارخت ثبت شده است و آن همچونی هزارپتی ساسانیان می باشد. سنه این مهرها معین نیست، احتمال آنها به دوره‌های بعد کوشانیان منسوب باشد. درباره جای تهیه آنها هم یگان گپی معین زدن ممکن نیست، ولی ما می توانیم برای اثباتی در عصرهای 3-4 میلادی در باختر موجود بودن اداره مکمل دولتی آنها را چون دلیل علاوگی به کار بریم. در کتیبه سرخکوتل گفته شده است که عنوان ناقنزاق کرال رگ بود. به عقیده خیلنینگ این با عنوان ساسانی کنارنگ یعنی سرحدبان یک است و صاحب این عنوان والی ناحیه شرقی یعنی ناحیه‌ای به آسیای میانه هم سرحدی دولت ساسانیان. وظیفه این والی اساساً حربی بود، نه گرجداری. بعد این عنوان در آسیای میانه خیلی پهن شد. مثلا در ابتدای عصرهای میانه نمایندگان آل سمرقند چنین عنوان داشتند. در مهری که در ارمیتاژ دولتی محفوظ است، خینین کلمه اسب را پت را خواند. قسم اولی کلمه زبان فارسی میانه اسبر یعنی سوار می باشد. قسم دومی کلمه از پتی زبان قدیمه فارسی است که به معنای صاحب می آید. خلاص انیقش همین که این کلمه نام نی بلکه عنوان بوده و معنای آن سرداری سواران است. در یکی از گیمه های کوشانی نام صاحب گیمه خربلان یعنی خرسوار ثبت شده است. لیفشیتز اشارت کرده است که این نام در دو کتیبه هندی که از سرنطحه قریبی بنارس یافت شده است دچار می شود و ضمناً یکی از کتیبه ها سند دارد و آن به سال 3 حکمرانی کنیشک راست می آید. در این کتیبه درباره امارت عبادتگاه بودایی خبر داده شده. در بین داناتورها 2 سطر وناسپارا و خرپالانو ذکر می شود. شخص دوم تلفظ نام هندی کسی است که در گیم ثبت گردیده است. وناسپارا باشد از وناسپاری باختری برمی آید و معنایش زفرداد است. در دومین کتیبه مذکور خرپالانو ساتراپ اعظم نامیده شده است. از تدقیق پارت معلوم بود که اداره مأموری ولایتی و محلی نهایت معمول بود و
برای پخش نمودن استحصال کنندگان بیواسطه خدمت میکرد. اینک دو قطب، در یک طرف اشراف که در دست حاکمیت و ثروت بی اندازه را نگاه می داشت و در طرف دیگر آنانی که این ثروت را به وجود آورده. درباره ترکیب اهل مهنت اگر محض از آسیای میانه سخن رود دیگر معلومات مفصل تری نیست. در مأخذهای تا به ما رسیده خبری نیست که قصرها را کی می ساخت، قلعه و استحکامها را کی برپا می نمود، کی در استاخانه های شهر کار می کرد و اهالی دیهات از کیها عبارت. شکی نیست که در آسیای میانه غلامان هم بودند و اهالی مظلوم و مطیع هم. ساخت اجتماعی و اقتصادی آسیای میانه قدیم. باید قید کرد که در اساس اثبات زبانشناسان برای افاده غلام دوره پدرشاهی هندوی اروپاییان هنوز در دوره برنجی اصطلاحی داشتند. پس آنها در همان زمانها از غلامداری پدرشاهی واقف بودند. در دوره اوستا هم غلامان و آدمان مطیع وجود داشتند. اگر دوره های ثانی‌تر را گیریم درباره غلامان سوخت پارت معلوماتی هست. درباره غلامان نیز سخن می رود که از باختر و احتمال از فرغانه می شده. در مکتوب‌های قدیمه سغدی و دیگر آثار خطی سغدیان اصطلاحاتی وندک، بنده، غلام و دایه، چوری دچار می شود. در نکاح خط سغدیان اولی عصر 8 میلادی 4 طایفه مردمان مطیع ذکر شده است. در بین آنها غلامانی در بالا ذکر شده وندک ها، غلامانی بجای پول قرض گرفته شده نیپک ها و شخصان اسیر افتاده غلام شده ونک ها نامبر شده. در عیبنامه ساسانیان که در عصر 5 میلادی تألیف شده است 2 طایفه غلامان، بندک ها یعنی عموما غلامان و انشهرک ها یعنی شخصان اسیر افتاده غلام شده به نظر می رسند. در 2 کتیبه روی استخواندان های توک قلعه خوارزم که سنه آنها در یک وقت است اصطلاحی خونانی پیدا شد. موافق بعضی مدرکات در خوارزم اصطلاح خون معنای اسیر غربی را داشته است. برای حل مسئله ساخت اجتماعی و اقتصادی حجت‌های توپراق قلعه اهمیت مخصوص دارد. این رویخط اهل خانواده هاست، انیخترش رویخط مردان عائله یعنی رویخط طایفه اگنتی می باشد. مثلا در حجت رقم 8 گفته می شود که طایفه از 21 کس عبارت از جمله 4 شخص آزاد، صاحب خانه، 2 پسری کلانش و دامادش. غلامان باشند یا خود خدمتگاران 17 نفر، ضمناً 12 نفری آنها غلام یا خدمتگاری خودی صاحب خانه، 2 نفرشان از آن زنش، 2 نفری دیگر از آن پسرانش و 1 غلام از آن پسری کنیزی صاحب خانه. تا نشر پره حجت‌های مذکور از تفسیر تاریخی آن بهترش خودداری کردن در کار. ولی بار دیگر تأکید می‌کنیم که مهنت غلامان نه یگانه بود و نه از افتکار افضلیتی داشت. این گپ از جمله به خواجگی قشلاق هم دخل دارد. هندوشناس مارکسیستی مشهور والتر روبین عقیده دارد که در هندوستان شماره غلامان خیلی زیاد بود ولی بی واسطه در استحصالات هم در خواجگی قشلاق و هم در هنرمندی آنها مقامی بلند نداشتند، زیرا ثمره مهنت آنها زیاد نبود. وضعیت نه فقط در هندوستان چنین بود، بلکه چطور عالمان سویتی نشان دادند در اکثر مملکت‌های دنیای قدیم که در آنجا استحصالات مالی ترقی نکرده بود چنین وضعیت را دیدن امکان داشت. دیاکنف می نویسد فقط
کورینث، افین یا ریم، هم ریم ریسپوبلیکای ثانی و هم ریم امپریای اول بر این جمعیت ها، یعنی فقط بعضی جمعیت های دنیای قدیم، جمعیت هایی که در آنها غالباً استحصالات مالی رونق داشت، در انکشاف پرأوج غلامداری غیر دولتی مقیاساً خیلی کلان مثال شده می تواند. به فکر ما هم در آسیای میانه مهنت غلامان، از جمله مهنت غلامان در استحصالات خواجگی قشلاق، رول غیر اساسی، انیقترش رول دویم درجه را می بازید. به این مناسبت باید تأکید کرد که موافق شهادت بعضی مدرکات بی واسطه و بسیار مدرکات با واسطه در آسیای میانه قدیم، چنانچه عموما در شرق قدیم، جماعت مقام نهایت بلندی داشت. جماعت‌های خانوادگی پدرشاهی و جماعت‌های همسایگان که آنها را متحد می نمودند، همان ته‌کرسی بود که بر آن جمعیت قدیم پایدار می ایستاد. این جمعیت با تعبیر دیاکنف پیش از همه تشکیلات آدمان آزاد و غلامدارانی برابر حقوق بود. در سقط دوره‌های اولی عصرهای میانه و از افتکار از این هم پیشتر، جماعت نفع از اشراف، آزادکاران، سوداگران، هواکاران و دهقانان آزاد جماعت و هنرمندان کاریکاران عبارت بود. عموماً از دوره‌های اوستا سر کرده در زبان ایرانی مقابل گذاری شخصانی از جهت اجتماعی بالا و شخصانی از جهت اجتماعی پست به نظر می رسد. شخصانی از جهت اجتماعی بالا را آزاد می نامیدند، با آنها شخصانی مطیع پیش از همه غلامان مقابل می ایستادند. به قول انگلز، استبداد شرق به مالکیت عمومی اساس یافته بود. گرچند در ساخت اجتماعی و اقتصادی مناسبت‌های غلامداری مقامی مهم داشتند و چنانی که بسیار محققان نسبت به شرق این را روا می‌دانند، جمعیت را عموماً جمعیت غلامداری نامیدن ممکن است، ولی به عقیده ما در آسیای میانه در استحصالات در تمام مدت دوره قدیم اهل جماعت رولی پیشبرنده داشتند و این علل خصوص در استحصالات خواجگی قشلاق عیان است. این زمانی بود که در دهات جماعت قشلاق حکمرانی میکرد. خصوصیت جماعتی داشتن زراعتکاری پروسسی از خواجگی ناتورلی به خواجگی مالی گذشتن را خیلی سست کرد، زیرا معلوم است که هر قدر تنزل طرز جماعتی زندگانی بیشتر باشد، به مال تبدیل یافتن محصولات همان قدر زیادتر می شود. چطوری در بابهای بالایی نشان دادیم، در آسیای میانه حیات شهری بر وقت آغاز یافته با بسیار مملکت‌ها رابطه سودا بسته شد، ولی خصوصیت ناتورلی خواجگی مثل پیشتره مقام اساسی داشت. اگرچه به طفیل این سودای داخلی و معاملات پول چندان چخور پهن نشده باشند هم، آنها در هر حال برای به سیستم غلامداری که به استحصال ارزش اضافه نگرانیده شده است، تبدیل یافتن سیستم پاتریارخالی غلامی که به استحصال وسایل بی‌واسطه زندگی نگرانیده شده است مساعدت کردند. در ناحیه‌های کوهی و دشتی آسیای میانه اینچنین واحدی تقسیم نشده هنرمندی بین شهر و دیهات وجود خود را ادامه می‌داد. در این جایها هنرمندی از زراعتکاری هنوز قطعاً جدا نشده بود. همزیستی و همکاری زیچ ناحیه‌های زراعتکار و عالم قبیله‌های کوچمنچی در طول بسیار عصرها و هزارها حادثه خاصی ترقیات تاریخی آسیای میانه و بسیار دیگر مملکت‌های شرق بود. یکی از وظیفه‌های استبداد شرق با مقصد غارت کشورهای دیگر و غصب زمین‌های بیکران دائما جنگ کردن بود. این چنین باید قید کرد که ترقیات خواجگی نهایت نابرابر بود و از این رو در انکشاف مناسبت‌های غلامداری در ولایت‌های گوناگون آسیای میانه نیز نابرابری به نظر می‌رسد.
از جهت اقتصادی ناحیه‌های پیشقدم واحه‌های سوخت، خوارزم، باختر، تخارستان، فرغانه و خراسان بودند. واحه‌های نسبتاً محدودی کوهستانی دامنه پامیر، بدخشان، کوهستان و غیره اندک قفا می ماندند. ناحیه‌های هفت‌رود، نزد ارل، ساحل کسپی و ناحیه‌های قزاقستان حاضره گوشه‌های قفا مانده دوردست حساب می شدند. واحه‌های چاچ و استرفشن یک نوع ریان‌های گویا بوفری بودند. در خواجگی چارواداری دشت‌ها و در خواجگی‌های محدود کوهستان ساخت اولادی خیلی وقت باقی ماند. در ناحیه‌ها مناسبت‌های غلامداری تیزتر انکشاف می‌یافتند. عموماً باید قید کرد که در آسیای میانه مناسبت‌های غلامداری آنقدر عمیق نشدند که در عالم انتیقه شده بودند. ضدیت اساسی بیش از پیش تیز و تند شونده صنفی در بین دو طرف به نظر می رسد. از یک طرف اشراف بیش از پیش بای شونده حربیان و غلامداران و کاهنان که صاحب غلامان بسیار و زمینهای بیکنار و کاروانهای بیشمار بودند و از طرف دیگر اهل عادی جماعت که گرفتار شکلهای گوناگونی اسارت ثروتداران بودند. حاکمیت دولتی در دست اشراف و کاهنان و مستبید و لشکری وی، همه آنها در دوش خلق می نشستند. طبقه حکمران و حاکمیت مقتدر مرکزی تکیه کرده غلامان و اهل جماعت را استثمار می نمود. مارکس حتی درباره ریم بر این مملکت کلاسیکی غلامداری انتیقی نوشته بود. در ریم قدیم مبارزه صنفی فقط در داخل اقلیت امتیازناک در بین بایان آزاد و کمبخلان آزاد به عمل می آمد و حالان که عامه بزرگی استحصال کننده اهالی یعنی غلامان برای این مبارزان تنها پایه سستی شده خدمت می کرد و بس. علل خصوص در آسیای میانه که عامه اساسی استحصال کننده آن اهل آزاد جماعت بود، ضدیت‌های اساسی صنفی که به آنها مأخذهای قدیم ناروشن و نیم غرمه اشارت می‌کنند محض در بین اشراف و کمبغلان آزاد جماعت جای داشت. چنین است مختصراً منظره پروسس‌های اجتماعی که از عصر 7 پیش از میلاد تا خود عصر 3-4 میلادی به عمل آمدند. در بابت تشکل خلقهای آسیای میانه همین را گفتن در کار که در این دوره به جای رابطه اولادی و برابر این رابطه ها بیش از پیش رابطه های محلی مستحکم می شوند. جماعت های دهات الکی به اندازه اتفاقهای ناحیوی هم بودند. غیر از این اتحاد مقرری قبیله های همسایه این چنین پروسس های آمیزش آنها تشکل خلقیت ها به نظر می رسد. اما در آن شرایط تاریخی چنان که انگلز درباره یونان انتیقی تاکید کرده بود، پروسس تشکل یافتن خلق ها تنها باعثی برپا شدن اتفاق قبیله هایی می گردید که قسماً با هم دیگر علاقمند بودند و بس. آن وقت برای تشکل خلق یگانه کلان هنوز زمینه پیشکی نبود. این نکته انگلز را مثال آسیای میانه هم تصدیق می کند. در این دوره درباره خلق متحد سوخت یا خوارزم سخن راندن غلط است. در آن زمان تنها مرکزهای محلی خلقهای گوناگونی کمشماری سوخت، خوارزم، بلخ، خراسان و دیگر ولایت‌ها بودند و بس. شما گفتار 31 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجامقуловхон، کارگردان شیرعلی نغزلی.